خب بسم الله الرحمن الرحیم. تو دومین ویدیو از سری آموزشی پایتون مقدماتی از کانال آکادمی پایتون میخوام تو این ویدیو در مورد متغیرها صحبت کنم و نحوه کار کردن باهاشون رو بهتون یاد بدم. خب مطالبی که میخوام تو این ویدیو بهتون بگم رو سرفصل‌های عنوانهاش رو از رو درسی که رو سایت منتشر کردیم برمیدارم و طبق اون میرم جلو و میریم تو کد ادیتورمون. من از ویژوال استودیو کد استفاده میکنم، شما از هر چی دلتون بخواد میتونید استفاده کنید. خب برای شروع میخوام تعریف متغیرها رو بهتون بگم. بچه‌ها متغیرها مثل یک ظرفی میمونن که ما توش میتونیم موادی رو بریزیم و نگهداری کنیم. خب از اسمش هم معلومه متغیر یعنی این که یعنی موادش یا اطلاعات داخلش میتونه بعداً تغییر کنه. خب این از تعریف یک متغیر. ساختار متغیر به این شکلی هستش که دارم می‌نویسم. فرض کنید ما یک متغیر داریم، اسمش رو میذارم A. خب و یه مساوی و حالا یه مقداری هم نشون. این مقدار عدد 12، حالا هر نوع مقداری میتونه داشته باشه. این متغیر میتونه یک رشته، یک دنباله ای از کاراکترها باشه، میتونه عدد صحیح باشه، میتونه عدد اعشاری باشه و انواع دیگه. این قالب یک متغیره. این A اسمشه. این مساوی که اینجا میبینید در اصل تو اینجا بهش میگن عملگر تخصیص. عملگرهای دیگه ای هم داریم، حالا چون اینجا تو مبحث متغیری مجبورم به این اشاره کنم، فعلا این اسمش هست عملگر تخصیص که این مقدار رو به این متغیر تخصیص میده. این هم که مقدارشه، مواد دیگه که داخل ظرف ما ریختیم. خب انگار ما مثلا یک چیزی رو گذاشتیم داخل جعبه، اون جعبه اسمش هست A و این فاصله هایی که بینشون میبینید رو میتونید بذارید، میتونید نذارید. من برای اینکه خوشگل بشه، خانه‌اش بیشتر بشه میذارم و این هیچ خطا یا اشکالی ازتون نمیگیره. خب این از تعریف متغیر و قالبی که داره. چیزی که بعدش میخوام بهتون بگم اینه که بهتون ساخت متغیرم گفتم و انواع متغیر رو ما داریم. ما تو برنامه‌نویسی پایتون یکیش هست عدد صحیح، نوع عدد صحیح، انگلیسیش میشه اینتیجر یا اعداد صحیح. اعداد صحیح همون اعداد مثبت و منفی هستن، از 1 تا بی نهایت و منفی 0 و اینا، منفی 1 و اینا، و هیچ عدد اعشاری در اینجا نیستش. عدد صحیح اعشار نداره. مثالش میشه این مورد، مثلا این، مثلا منفی 152. یکی دیگه میسازم، مثلا میتونه عدد خیلی سنگین‌تری هم باشه. به این شکل به این میگن متغیر از نوع عدد صحیح. پایتون برخلاف بعضی از زبون‌های برنامه‌نویسی میتونه نوع متغیر رو از مقداری که توش قرار میگیره تشخیص بده بدون اینکه ما مشخص کنیم. تو بعضی از زبون‌های برنامه‌نویسی ما باید نوع متغیر رو مشخص کنیم، آیا اینتیجر، آیا فلوت یا عدد اعشاری یا چه می‌دونم یک رشته کاراکتری یا چی. اما تو پایتون همین که مقدارش درونش قرار میگیره خودش نوعش مشخص میشه. نوع دیگه ای که هست این که هشتگ میزنم و یه چیز مینویسم بهش میگن کامنت گذاشتن، یه توضیحی برای کدم مینویسم. این کامنت گذاشتن یکی از کاربرداش اینه، حالا کاربرد دیگه‌ش هم بعداً یاد میگیرید. نوع دیگه‌اش فلوت هست، مثلا یه متغیر میسازم F1. چی میخوام بهش تخصیص بدم؟
یک عدد اعشاری مثل 1.5 یا مثلا یک عدد اعشاری منفی مثل 52 یا اینکه عدد اعشاری خیلی عدد و حتی منفی. این میشه متغیر نوع فلوت یا اعشاری. نوع دیگه استرینگ ها هستن. استرینگ یک رشته است در اصل. شما داخل این رشته میتونید انواع اقسام کاراکترها رو جا بدید، چه عدد باشه، چه حروف باشه، چه کاراکترهای خاص باشه. مثلا نکته‌ای که هست، مقداری که در واقع متغیر رشته یا استرینگ داره اینجوری نیست همینجوری بنویسیم یا یه چیز اعشاری بزنیم. داخل جفت کوتیشن قرار میگیره. این علامت رو میبینید، جفت کوتیشن. و بغل اینتر دکمه هست، حالا حرف فارسی گ روشه و این علامت هم روشه. اونو بزنید این علامت رو درج میکنه. یا شیفت رو بگیرید این علامت رو درج میکنه. دو تا جفت کوتیشن. خب تک کوتیشن، جفت کوتیشن، هر دو تاش هم میتونید استفاده کنید، فرقی نداره. اما تو زبون‌های برنامه‌نویسی دیگه اینجوری نیست. معمولا فقط با جفت کوتیشن کار میکنه. و حالا من با تک کوتیشن میرم جلو. تو متغیرهای استرینگ مقدارمون داخل تک کوتیشن قرار میگیره. مثلا علی میتونه عددم جلوش باشه، میتونه عدد کاراکتر هم باشه. مثلا یه عدد، مثلا از این کاراکتر، مثلا میتونه فقط حروف باشه به این صورت. روی اینا عملیات های مختلفی هم مثل همه متغیرها مثل جمع و اینا هم انجام داده میشه و اونا رو هم بعدا بهتون خواهم گفت. انواع متغیرهای دیگر هم داریم که تو درسای بعدی یاد میگیریم، مثل لیست ها، مثل تاپل ها، مجموعه ها و دیکشنری ها. یه نوع دیگه که یادم رفت اسمش هست کامپلکس. این نوع کامپلکس به این شکله. مثلا نشونم میزنم تهش یه حرف جی هم داره. نوع کامپلکس همیشه تو جی داره. مثلا به این صورت. این هم هست. سرفصل قوانین نامگذاری متغیرها رو داریم، اما قبلش میخوام یه چیز دیگه بگم. میخوام یه سری عملیات رو متغیرها انجام بدم. حالا بعدا بیشتر با این عملیات آشنا میشید، اما برای اینکه یه ذره کاربرد متغیرها رو بفهمید میخوام بهتون بگم. ما تو پایتون یه دستوری داریم اسم پرینت. این پرینت همون معنی پرینت تو زبان انگلیسی میگه، یعنی چاپ کردن یا نمایش دادن. دستور پرینت رو وقتی میزنیم در ادامه باید پرانتز باز و بسته هم بذاریم و میخوایم با این دستور بگیم محتوای یک چیزی رو برای ما نمایش بده یا چاپ کن. مثل محتوای یکی از متغیرهایی که تا الان ساخت. مثلا میخوام محتوای متغیر نام رو اینجا هست، میخوام این رو نمایش بدم. کافی اسمش اینجا درج کنم داخل پرانتزی که جلوی پرینت هست و برنامه رو با استفاده از این دکمه یا این گزینه اجرا کنم. خب میبینید مقدارش رو اینجا بر من نمایش داد. مقدارش همینه. مثلا میتونم همون مقدار رو خودم دستی نمایش بدم بدون اینکه اون متغیر رو صدا کنم. دوباره من این اجرا رو میزنم، میبینید همون عدد رو نمایش داد. حالا من یه چیز دیگه می‌نویسم. میبینید عددی که داخل دستور پرینت گذاشتم رو تو خروجی برنامه بر من نمایش داد.
یا اینکه بیایم اینو چاپ کنیم مقدارش رو ببینیم مقدارش چی هست. منفی 152 که توش ذخیره کردیم نشون نمایش چاپ. و حالا متغیر دیگه مثل فلوت هم به همین شکله. میبینید 1.5 نمایش داد. یه دونه باید استرینگ بهتون نمایش بدم. مقدار S1 رو هم برای من چاپ. حالا یه سوالی براتون پیش میاد. شاید بگید که خب تو مقدار متغیر نوع متغیر استرینگ هم عدد ذخیره کردیم، تو نوع متغیر اینتیجر هم مثلا یه عددی داریم به اسم یعنی به مقدار 8 و فرق این دوتا چیه؟ فرق این دوتا تو زمانی مشخص میشه که ما میخوایم عملیاتی مثل عملیات ریاضی رو روشون انجام بدیم. رو استرینگ ها نمیشه عملیات ریاضی یا جمع تفریق و اینا رو انجام بدیم، اما رو متغیرهای نوع اینتیجر، اما متغیرهای نوع اینتیجر و فلوت رو میشه روشون عملیات مختلف مثل ریاضی رو انجام داد. یه مثال براتون میزنم. ما اینجا بذارید من اینجا بسازم. نه اینو مقدارش عوض میکنم 8. خب میگم که بیا متغیر استرینگی که اسمش از S2 رو با متغیر S3 جمع بزن. این جزء عملگرهای حسابی یا ریاضی که بعدها تو درس‌های بعدی باهاش آشنا میشید و با عملگرهای دیگه حسابی هم آشنا میشید. من اجراش میکنم. میبینید که 12 و 8 رو که 12 برای S2 مقدار S2 8 برای S3 اینا رو برای من نمایش نداد، یعنی حاصل جمعشون برای من نمایش نداد. در اصل این دوتا رو کنار هم قرار داد 12 و 8. پس عملیات جمع واقعی که تو ریاضی داریم رو انجام ندادیم، فقط این دوتا رو کنار هم گذاشتیم. حالا میایم اینجا من این متغیر نام 1 رو هم میکنمش 2، نام خالی هم که 8 مقدارش. میام اینجا اینا رو میخوام جمع بزنم ببینم چی میشه. نام به اضافه نام 1 اجرا میکنیم، میبینیم که شد 10. پس عملیات ریاضی رو اینتیجرها متغیرهای نوع اینتیجر انجام داده. 8 رو به علاوه 2 کرده یا نام رو به علاوه نام 1 کرده شده 10. یا فلوت ها هم همینطور. بذارید یه عدد رونتر بذارم 1.5 F1 و F2 هر دو 1.5 میگم F1 رو به علاوه F2 کن ببینیم چی میشه. میبینید که مقدارش شد 3 که یک رقم هم اعشار و به این شکل. اینو خواستم یه کوچولو بهش اشاره کنم. بعدها تو درس‌های بعدی هم با عملگرهای حسابی دیگه آشنا میشید. از دستور پرینت هم خیلی خیلی بیشتر استفاده خواهید. و مورد دیگه که هست قوانین نامگذاری متغیرها هست. ما تو پایتون یه سری قوانین برای نامگذاری متغیرها داریم. مثلا این متغیر من میسازم اسمش هست Z1. این Z1 من میتونم یعنی اسم متغیرم رو میتونم ترکیبی از حروف و اعداد قرار بدم. Z123 مثلا. اما این عدد نمیتونه اولش باشه. ببینید که قرمز میده، ارور قرمز میده. با عدد نمیتونه متغیر اسمش شروع بشه. خب مقدارش من میذارم همچین چیزی، اما میگه اشتباهه، داره خطا میده. اجرا کنم میگه این خطاه. اجرا میکنم میگه تو سینتکس یا نحوه نوشتن کدت خطا داری اینجا. و این جزء اشتباهات برنامه‌نویسیه و نامگذاری متغیر با عدد شروع نمیشه. اینجا می‌نویسم با عدد شروع نمیشه.
مورد دیگه اینه که نامگذاری متغیر میتونه شامل حروف بزرگ انگلیسی و یا حروف کوچیک انگلیسی هم باشه. و یه نکته اینجا هست و یه سوال در واقع اینجا هست که ممکنه سوال شما هم باشه، اینکه آیا این دوتا متغیر که هر دو A هستن یکی هستن؟ خیر. پایتون به بزرگی و کوچیکی حروف حساس و این دوتا متغیر رو یکی نمیدونه، متفاوت میدونه، چون این با حروف بزرگ نوشته شده و این با حروف کوچیک، با اینکه محتواشون و مقدارشون هم یکیه و اما دوتا متغیر جدا در نظر میگیره و دوباره میتونه شامل حروف بزرگ باشه، در ادامهش حروف کوچیک باشه. خب این شد یه متغیر استیلی و یه کوچیک باشه و بقیهش بزرگ باشه. به این صورت شامل اعداد میتونه باشه، با اعداد اما نمیتونه شروع بشه، همونطور که این مورد اولو دیدیم که اشتباهه. مثلا میتونه نامبر باشه بعدش عدد بیاد به این شکل. و میتونه آندرلاین داشته باشه، 12 آندرلاین یه چیزی، اما باز اشتباهه چون با عدد شروع. مثلا علی آندرلاین 45 این درست، این اشتباهه، دوباره با عدد شروع شده. رو اولش آندرلاین باشه چی میشه؟ بعدش عدد بیاد. دوباره این هم جز متغیرها حساب نمی کنه، مثل این که پرینتش کنیم. با آندرلاین هم شروع بشه این متغیر حساب نمی کنه. میتونه با حروف شروع بشه، آندرلاین داشته باشیم، عدد داشته باشیم، دوباره آندرلاین، دوباره عدد، دوباره حروف و بعدش. حالا من اینا رو به عنوان مثال اینجوری قاطی نوشتم. شما به عنوان برنامه‌نویس برای اینکه در ادامه مشکلاتی پیش نیاد که بعداً میفهمید، باید متغیرهاتون رو یه اسم با مسما یا یه اسم مرتبط انتخاب کنید بر اساس کاری که میخواد انجام بده. اگه از متغیری برای ذخیره نمره استفاده میکنید، بهتره که اسمش نمره باشه، فینگلیش نوشته شده باشه نمره، یا اینکه معادل انگلیسیش نوشته شده باشه. اینجوری بهتره. اینجوری بعداً میفهمید متغیر تو برنامه داره چه کاری انجام میده. و یا اینکه اگه برنامه‌نویس دیگه‌ای کد شما رو دید، میفهمه که در واقع کدتون یا متغیر داره چه کاری انجام میده. این هشتگی که من گذاشتم حالا یه کاربردش کامنت نویسی یا توضیح نوشتن برای کد بود و اینو اگه پشت دستورات دیگه نوشتیدن بذارید، اونا رو غیر فعال میکنه و دیگه اجرا نمیشه. و چون این دوتا خطا داشتن، من پشتشون هشتگ گذاشتم تا اجرا نشه. فعلا اسم متغیر نمیتونه اسپیس داشته باشه، یعنی فاصله رو داشته باشه. خب این میگه اشتباهه، نباید فاصله باشه، چه با عدد شروع بشه چه نشه، چه آندرلاین داشته باشه نداشته باشه. فاصله اشتباه و خطا میگیره. مورد بعدی اینه که اجازه ندارید از کاراکترهای مثل اینا در اسم متغیرتون استفاده کنید. همونطور که میبینید خطا میده، همش خطا میده. کاراکترهای خاص نمیتونید استفاده کنید، اسپیس نمیتونید بذارید، با عدد نمیتونید شروع کنید. این آندرلاین هم نمیتونه ابتداش باشه و همین.
تقریبا قوانین نامگذاری متغیرها به همین شکلی بودش که گفتم، چیزی رو جا ننداختم. تو سایت اونم چند تا مثال از نوع درست و اشتباهش رو گذاشتیم تا در واقع بفهمید، بهتر بتونید درکش کنید. ما یه سری کلمات کلیدی تو پایتون، زبان برنامه‌نویسی پایتون داریم و این کلمات کلیدی در اصل از دستورات پایتون هستن، جزو دستورات پایتون هستن. مثل این کلمه پرینت، ما نمیتونیم مثلا از پرینت به عنوان اسم متغیرمون استفاده کنیم، اینم جزو خطاها حساب میشه. کلمات کلیدی دیگه مثل همین دستور پرینت که خودش جزو از دستورات پایتون حساب میشه، یکی فوره، یکی مثلا وایل، حالا با اینا بیشتر برداشته میشید. ایف هست، الس هست، الیف هست، دف هست، دل هست. حالا زیاده، من این چند تا رو یادمه. اینا جزو کلمات کلیدی پایتونن و نمیتونید از اینا هم تو اسم متغیراتون استفاده کنید که اینجا تو سایت تقریبا بیشترش رو نوشتیم. میخوام با دستور پرینت دو یا بیشتر از دو متغیر رو در واقع چیکار کنم؟ مقدارش رو با دستور پرینت چاپ کنم. به چه شکلی؟ به این شکل. S1 رو داریم اینجا، یه دونه کاما میزنم. S2 رو داریم، دوباره S3 و S4. حالا برنامه رو اجرا میکنم. میبینید که تموم متغیرها رو مقدارش رو با فاصله بینشون چاپ کرده. محمد 8 12 و این مقدار عجیب. بریم اینا رو چاپ کنیم. یه فکر تو F3 رو میبینید مقادیر این متغیرهای فلوت رو هم با فاصله از هم چاپ کرده. برای اینتیجر هم به همین شکل میتونید انجام بدید. مورد دیگه ای که هست اینه که مقدار متغیرها میتونه تو طول برنامه تغییر کنه. الان S4 اینجا در ابتدا اینجا محمد بوده، حالا بعداً اتفاقاتی که براش افتاده ممکنه تو طول برنامه اینجا مقدارش علی بشه. حالا ما S4 رو اگه چاپ کنیم چه اتفاقی میفته؟ محمد چاپ میشه یا علی؟ بریم ببینیم. میبینید که علی رو نمایش داد، یعنی میگه مقدار S4 الان علیه، قبلا محمد بوده. پایتون، مفسر پایتون میاد خط به خط کد رو اجرا میکنه، خط به خط اجرا میکنه، خط به خط میخونه میاد پایین، هر خط رو اجرا میکنه. مثلا میاد میرسه به خط 17، میگه خب متغیر S4 مقدارش محمده، اوکی. حالا میریم خط 18، میگه آها اینجا متغیر S4 مقدارش عوض شده، اومدن علی رو ریختن تو متغیر S4، تو ظرف S4. پس فعلا در حال حاضر S4 مقدارش علی هست. اینا رو هم میاد اجرا میکنه، میبینه حالا یه سری خط خالیه، رد میشه، اینا رو هم میبینه، میاد مثل خط 26. میگه خب اینجا این دستور رو نوشتن، پس من باید یه چیزی رو چاپ کنم. چی رو باید چاپ کنم؟ متغیر S4 گفتیم در حال حاضر مقدارش چی هست؟ علی هست. پس علی رو برامون نمایش میده. حالا یه مورد دیگه که تو متغیرها هست، ما میتونیم نوع متغیرها رو به یه شکل دیگه عوض کنیم. فرض کنید ما اینجا یک متغیر داریم مثل std1 و این متغیر فعلا عددش 5، مقدارش 5. من میام یه دستور میزنم پشتش به اسم str و 5 رو میندازم داخل پرانتز. اینجا چه اتفاقی میفته؟ به پایتون میگیم که این 5 که اینجا بود رو تبدیل کن به استرینگ. str مخفف استرینگ، یعنی تبدیلش کن به رشته. گفتیم رشته ها دنباله از کاراکترها هستن، میتونه هر کاراکتری باشه.
و اینو جزو استرینگ حساب میکنه. این Z1 رو مثلا یه دیگه میسازم Z2 و حالا یه مقداری داره مثلا 6 و 6 و نیم میخوام اشاری باشه. من اینو میگم که تبدیل کن به عدد صحیح و دستور اینت رو میذارم پشتش و اینو مقدارش رو میذارم داخل پرانتز. اینت مخفف همون اینتیجر. پس 6 و نیم رو نوعش رو میذاره، یعنی نوع ظرفش رو میذاره عدد صحیح اینتیجر. یه دونه دیگه میسازم و حالا یه عدد صحیح می‌نویسم مثل 3. میگم که با دستور فلوت اینو به عدد اعشاری تبدیل کن یا نوعش رو بذار فلوت و این از این. حالا میخوایم مقدارشون رو چاپ کنیم ببینیم چی نشون میده به ما. Z1 رو چاپ میکنم، عددش 5 اما نوعش STR. حالا اینتیجر هم بود، اگه مقدارش 5 بود همین 5 رو چاپ میکرد. اما فرقشون چیه؟ گفتیم رو اینتیجرها میتونیم عملیات ریاضی و اینا انجام بدیم اما رو STR و استرینگ نمیشد. مثال هم زدم. بعد حالا Z2 رو من چاپ میکنم. ببینیم دیگه اعشارش رو برداشته و تبدیل شده به عدد صحیح یا اینتیجر. فقط 6 رو چاپ کرد. میبینید اینجا. حالا Z3 رو چاپ میکنم، یه اعشار تهش گذاشته و از عدد اینتیجر تبدیلش کرده به یک عدد فلوت. اینا رو یه بار با هم چاپ کنیم. در کنار هم با یه فاصله میبینید نمایش داد این سه تا متغیر رو مقدارشون. تو دستور پرینت حالا اسم متغیر رو که میخواید بنویسید چاپ کنید و حالا چند تا هستن میتونید این فاصله ها رو هم بزنید. حالا یه ذره بهتر خوشگل‌تر بشه، خانه‌اش بره بالا و این خطایی بهتون نمیده. خب یه دستوری تو پایتون هست به اسم تایپ. به این شکل نوشته میشه. خب این تایپ تو انگلیسی یعنی نوع. تو پایتون هم به همون معنی هست. من تو این دستور پرینت از دستور تایپ استفاده میکنم. دوباره خود تایپ هم پرانتز داره. تو پرانتز داخل دستور تایپ میخوام بفهمم که نوع متغیر Z1 یا Z1 الان چی هست. خب آیا واقعا استرینگه یا چی؟ اینو که نوشتم داخل دستور پرینت کافیه برنامه رو اجرا کنم و اینجا به من میگه این از نوع str یا استرینگ هست Z1. حالا میگیم که Z2 چی هست؟ به ما Z2 رو هم بگو. آیا واقعا اینتیجره؟ بله. Z3 رو هم چاپ کنیم. میبینید که میگه فلوت. پس دستور تایپ مشخص میکنه که نوع یک متغیر یا یک نوع داده نوعش چی هست و اون رو میتونیم در دستور پرینت یا هر جای دیگه قرار بدیم و از نوع اون متغیر مطلع بشیم. کار دیگه که میخوایم بکنیم اینه، میخوایم یک مقدار رو به چند متغیر تو یک دستور به صورت همزمان اختصاص بدیم. یک مقدار رو به چند متغیر در یک زمان اختصاص بدیم. چیکار میکنیم؟ میگیم که ما یک دانش آموز داریم اسمش محمده، یه کاما میذاریم. حالا میتونید فاصله بدید یا ندید، مهم نیست. و اسم اون یکی دانش آموز علیه و اسم دیگه احمد. یه عملگر تخصیص میذارم و میگم نمره همه اینو شده 20. آیا الان همه این سه تا متغیر یا این سه تا دانش آموز مقدارشون 20 از نوع اینتیجره؟ چاپ میکنیم همه رو. میگم متغیر محمد رو مقدارش رو چاپ کن ببینیم چی هست. اینجا
خب یک خطایی از من گفت من اشتباهی کردم، به جای کاما اینجا باید مساوی می‌ذاشتم. مساوی همون عملگر تخصیص. حالا متغیر محمد رو مقدارش رو پرینت گرفتم، شده 20. علی رو هم پرینت میگیرم، اینم شده 20 و احمد رو هم چاپ بکنیم ببینیم مقدارش چیه، نمرش چیه، 20. میتونیم مثل دستوراتی که قبلا اجرا کردم این ستا رو همزمان تو دستور پرینت بنویسیم در کنار هم و مقدار همشون رو یه دفعه چاپ کنیم. حالا برای اینکه بخوایم چند مقدار رو به این ستا متغیر بدیم موقع باید چه حرکتی بزنیم. اون موقع ذره دستوراتون متفاوت میشه. به جای این عملگر تخصیص من میام کاما میزنم و منتها انتهای متغیرها باید عملگر تخصیص باشه، بینشون باید کاما باشه و میگم این مقدار برای نمره محمده یا این متغیره و مقدار بعدی به نمره بعدی برای علی 18 و برای احمد 15. یعنی این مقدار شده برای این مقدار شده برای این متغیر و 15 هم شده برای احمد. حالا چاپ میکنیم همه رو با هم ببینیم آیا واقعا درسته یا خیر. این از متغیر محمد، بعدی علی، بعدی احمد. برنامه رو اجرا میکنم. خب همونطور که پیش بینی کردیم نمره محمد 20، نمره علی 18 و نمره احمد 15. تو پایتون یک نوع داده دیگه یا یک نوع متغیر دیگه داریم که هست اسمش لیست. خب لیست الان جزو کلمات کلیدی پایتون و حالا بعداً در مورد لیستا میخوایم صحبت کنیم، بیشتر کار انجام بدیم روش. حالا اما اینجا میخوایم اشاره کوچیکی بهش کنیم. یک لیستی میخوام بسازم، اسمش میذارم L1. عملگر تخصیص رو میزنم. لیست ها اینجوری هست، از این کروشه ها دارن و میتونه چند مقدار رو همزمان با هم نگهداری کنه. متغیرها یک مقدار رو نگهداری میکردن، یعنی استرینگ و فلوت و اینا، و لیست ها میتونن چند مقدار رو از هر نوعی رو نگه دارن. مثلا میتونه استرینگ توش باشه، میتونه عدد باشه، میتونه عدد اعشاری باشه. خب حالا من میخوام چیکار کنم؟ یه اصطلاحی هست به اسم آنپک کردن یا استخراج مقادیر. میخوام این سه تا مقدار محمد که استرینگ هست و این عدد اینتیجر و این عدد فلوت رو بریزم داخل سه تا متغیر دیگه. میخوام در واقع این سه تا رو مثل اینجا سه تا مقدار رو دادم به سه تا متغیر، اینجا میخوام از لیست در بیارم بکنمش تو سه تا متغیر دیگه. اون سه تا متغیر رو اسمش رو میذاریم رضا، کاما میزنیم، دوباره اسم میگه امین و نیما. عملگر تخصیص رو میذارم و میگم که L1 رو بریز داخل این سه تا، یعنی مقدار استرینگ محمد رو میریزه داخل این، رضا مقدارش استرینگ میشه، 45 رو میریزه داخل امین و 3.5 رو میریزه داخل نیما. کافیه برای اینکه بفهمیم که کارمون درست بوده. یه دستور پرینت بزنیم و مقدارش رو نگاه کنیم. رضا، امین، نیما. همونطور که میبینید اون سه تا مقدار از تو لیست در آورد و انداخت این سه تا متغیر.
و اینکه این یکی از کارهایی هستش که میتونید با متغیرها انجام بدید. و تقریبا این ویدیو اینجا کارش تموم شده. انتهای این درس متغیرها تو سایتمون ما یه سری تمرینات هم داریم. اگه به انتهای درس اینجا یه سری تمرینات داریم که خیلی ساده است و میتونید انجام بدید. برای شروع کار این تمرینات بسیار مناسب. ویدیو بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم.